به نام خدا. سلام همکارای عزیز. قراره توی این کلیپ با همدیگه در مورد نحوه درست کردن یک پوشه کار برای یک معلم خلاق و توانمند آشنا بشیم. همونطور که میدونید پوشه کار یک معلم در واقع شناسنامه کاری یک معلم محسوب میشه. پس من در قسمت اول و در مرحله اول در پوشه کارم باید بیوگرافی و رزومه کاری خودم رو قرار بدم. بعد از اون تمام مدارک تحصیلی و گواهینامه هایی که توی دوره‌های مختلف رو شرکت کردم کپی و پرینت میگیرم و توی پوشه کار خودم قرار میدم. یکی دیگه از آیتم هایی که باید در پوشه کار قرار بدم طرح درسه که شامل طرح درس روزانه، سالانه و ماهانه است. در مورد طرح درس توی کلیپ جداگانه به صورت کامل و جامع توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه میدیم. برای طرح درس روزانه 1 یا 2 مورد کفایت میکنه از هر کتاب درسی و برای طرح درس سالانه از تمام کتاب های درسی اون پایه باید طرح درس سالانه رو قرار بدیم. مورد بعدی گزارش‌های آموزشی که شامل سوالات و کاربرگ‌های تلفیقی و خلاقانه‌ای هست که در طول سال تحصیلی در کلاس درستون برای بچه‌ها انجام دادید و آموزش دادید رو در پوشه کارتون قرار میدید که در واقع نمونه‌ای از کار شما محسوب میشه. و آخرین مورد قرار دادن تصاویر و مستندات آموزشی از هر فعالیت و کار خلاقانه‌ای که در کلاس درس انجام میدید. عکس بگیرید، عکس هاتون رو کلاژ کنید. عکس ها حتما باید شناسنامه دار باشن. بعد از چاپ عکس ها اونها رو در پوشه کارتون قرار بدید.